السلام علیکم اکای حاجی میرزا. من یکی از زنهای گناهگار. التماس یک سوالی دارم، سوال اون رو پر جواب دهید. من 3 ماه پیش شوهر کردم. اپم به خانم آمد. خوشتامنم در خانه نبودند. از اولاد شوهرم کسی نبود. با آنها مهمانداری کردم. برادران عزیز، به شما داروی گیاهی و طبیعی رو توصیه می‌دهیم. می‌دونید پس برای بقوت کردن مردانگی بدن برای شخصانی که فرزنددار نمیشن اسپرم رو فیضش رو بالا برداشتن، همچنین برای خون گرفتگی پا، رگ میکشیدگی پا و حوصله رو بالا کردن. میخواهید همسرتون رو ریزو گردونید تا 45 دقیقه علاقه جنسی رو دراز بکنید، پس برای شما فرینک کریم رو توصیه می‌دهیم. یکی از گیاهان طبیعی دیگر اینسامینوان میباشد برای اشتها و بزباله شدن، یا اینکه برعکس شما میخواهید خراب شوید. روغن اسما برای افزایش یافتن ریش و موی سر و همچنین پیشگیری کردن از کل شدن. روغن خلبه برای خنک زدگی، پروستات، سنگ، گرده، پیشابدان، وسپلین روده، گرده، معده و همچنین زیاده به در دوام می باشد. روغن کوثر برای آرام کردن عصب و شخصانی که از خواب سیر نمی کنند. روغن ایمبیر یکی از گیاهانی که پیامبر استفاده برده است برای بقوت کردن ایمونیته و برای گریپ خیلی خوب است. برادران عزیز، شما میخواهید گیاهی طبیعی صفت تازه اش را به دست آورید، تنها با این رقمی که در روی اکران میبینید زنگ زنید و تمام گوشه جهان به شما ان شاء الله که میرسانند. اپم مرا از راه بیراه کرد. از بس که من حامله‌دار بودم، شوهرم مرا به نهایت دوست می داشت. چون گوهرک چشم من هم او را دوست می داشتم. شوهرم را مجبور کردم که من دیگر در این خانه زندگی نمی کنم. مثلا اپاش آمدن گفتن که خیلی همیتا پرینسیپ بمان که ما دیگر در این خانه زندگی نمی کنیم. مقصد این خسرو و خوشتامن و این اولاد اجداد و اینهایی که در این خانه هستند، من که قوت خدمت اینها را ندارم. من خانه جدا میخواهم. همین گفتن در پیش شوهر بگذار. شوهرش که آدم خوب بوده است. مثلا اینا از فرصت استفاده بردن، از سادگی همین جوان استفاده بردن و چیکار کردن؟ همین پرینسیپ در گردن همین جوان ماندن. خب و این زنم هم تا گفتن من با تو دیگر زندگی نمی کنم، در کجای نباشد اجاره می نشینم، لیکن در خانه پدرت نمیستم. این دلالتی بود که از طرف اپای این زن و این زن بود. خب شوهرم راضی نشد. خوش به حالش، جوانی بغیرت بوده است، جوانی ساده نبوده است، جوانی که گویم که 1 دقیقه در پیش پدر و مادر از 100 زن بالا میدونسته است. جوانی بغیرت، جوانی بناموس. خوش به حالش. خب شوهر راضی نشد، رفته کودکم را ابورت کردم. شوهرم گفت چرا از من ناپرسیده این کار رو میکنی؟ خب ناچار شد و گفتا چرا از نعمت خدا ناشکری کردی؟ فرزند را غلطانیدی. من او را گفتم اگر اجاره نگیری مرا طلاق بده. مثلا این گپ همین است، فقط یگان خانه در اجاره می نشینیم. خب مرا زاره میکرد. نگوی این خیل گناهگار میشوی. اون جوانی بوده، همین جوانای در مسجد ما و شما وری بچه‌هایی که میان گریه میکنن که مقصد ما بسن همون زندگی میخواهیم. ای خدا ترسی ایده این نکن. خب این خیل نگوی گناهگار میشوی. گوش نکردم، فقط به او میگفتم مرا طلاق بده. شوهر از ناچاری مرا طلاق دادن. از بین هفته نگذشت آنچنان پشیمان شدم که دیگر حد و کنار ندارد. اکای حاجی میرزا اگر علاجش باشد برای من یگان روایت بیاو. سر خواهشی خوب. راستی بار این مکتوبه های هستن که وقتی میخواند انسان اکنون حیات همگانی ما و شما هست. این در اکثری خاندانای ما و شما این مسئله گویم همین خیل عملها رخ میدهند. لیکن بدیلم در خانه گفتم خواهر عزیز
مصلحت از اپد رفته بگیر. دیگر از ما میتونی مصلحت نگیری، پیش اپد میروی، همون اپایی که تو را بیراه کرده، همون اپایی که تو را در همین راه دلالت کرد، اکن نزد خانش برو. من به نام پروردگار این گویم که قسمی در پیش پروردگار کفارت دارد. خواهر عزیز، این قدر گفتنی هم که اگر همین اپد تو را اگر از چند روز زیاد در خانش راه داد، من نام عوض میکنم به نام خدا. اگر تو رو گو که این من دلالت تو را اجرا کردم، این کار تا جای اومد که این مرد مرا طلاق داد، من دیگر جای ندارم، اکو در خانه تو میستم، کنی بین اپد با تو چی معامله میکنه. خواهر عزیز، دیگر کسی تو را نمی بردارد، دیگر کسی دیگر غم تو را نمی خورد بجز انا همین شوهری که او را مجبور کردی تو از او طلاق گرفتی. بسیار جای، خیلی جای تأسف است، خیلی جای تأسف است. هیچ وقت دادرای عزیز، مادرای عزیز، پدرای عزیز مجبور نسازین که برای شما دخترهای عزیز روین و پرینسیپ مانین و خانه های جدا کنن. هیچ وقت با پرینسیپ زندگی نکن. پرینسیپ قطعی زندگی کردن ناممکن است. برعکس شما نصیحتتون این باشد، دختری عزیز، خواهری عزیز، از همین روز اعتبارا تو در من دیگر در کار نیستی، رو مرده تا ببین و زندگی تا کردن بگیر. همین سخن باید از ما باشد. همون روزه که اگر شوهر ناراضی کردی، ناراحت کردی و خانه من آمدی، من از تو بیزار هستم، برای من این خیال دختر در کار نیست. انا این نصیحت باید از پدر و مادرها باشد. دختر اون حالت خدمت میکند. وقتی در بخک گوشش در آمدی و نصیحت کردن گرفتی، عاقبت تو زندگی رو تلخ میکنی. افسوس که زنها که نمیدانن حرمت شوهر چیست، نمیدانن که شوهر چی نعمت است، پس به این راه های نادرست میره. دوره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود، دوره رسول الله بود. زنها آن مقدار شوهرها را دوست می داشتند که تیار بودند که جان اونها را خدا قبض کند و به شوهرها یگان زیان و ضرر نیاید. اونقدر شوهر دوستدار بودند. مادر عزیز، خدا شما را شوهر دوستدار کند. خدا در ذهن شما محبت شوهر اولین درجه گذارد. باری میگد یکی از مردها که بیابان کار میکردن، گرمی های سخت بود، بیگاه به خانه آمد. زن که زنی خدا ترس بود، زن که زنی به قدر شوهر میرسید، زنی مسلمان بود. همین برای زن از همه مهم که شوهر احترام کند، در وجود او ترس خدا را جای کن، تمام دیگر خدمت ببین. زن خدا ترس که بود، میدانست حقوقهای شوهر که میدانست. دیگر شوهرش بیگاه آمد و لب و دهان همه خوش گفت. زنه گفت یک ظرف ده آبم بیار. ها زنه ببینین، غمخواری را ببینین. میگه درو رفت و در یک ظرف آب آورد، لیکن بالای ظرف پر از خس بود. خس میدانین، باقی مانده گندم، همون که میگیم یا خس میگیم، بالای آب پر از خس کرده است. شوهرش وقتی که گرفت، آدمی تشنه، آدمی لبها خوش، خواهشاتی در آب، آهسته می نوشید که تا که همون خسها در حلقش نرود. بعداً بود کرد آب و گفت. زنه گفت این چی کار بود تو کردی؟ آخر من آدمی تشنه، آخر این قدر حلق من قاق، این عمل تو کردی، من بسیار آهسته عاقبت تشنگیم شکست، لیکن دیرتر. گفت مرده گفت من از پیغمبر خدا شنیدم که اگر وقت انسان بسیار تشنگی سخت او را غلبه کند، یک باره اگر آب نوشد، جگری او علتی می شود. من به این خاطر این خسها را گذاشتم که تو آهسته نوشی و در جگری تو یگان درد و غم پیدا نشود. خواهش ببینین، مراد ببینین، گمان ببینین.
که در وجود تو یکی جگر تو دردمند نشود، وجود تو در درد نماند. بله البته خاصها که در بالای آب، این عقل ببینید، این فراست ببینید. حضرت شیخ سعدی می گفت هر کی را خانه آباد و همخوابه دوست، اگر برای کسی که خداوند این گونه زنی با توفیق دهد، این گونه زنی خوب نصیب گرداند، هر کی را خانه آباد و همخوابه دوست، خدا را بر رحمت نظر سوی اوست. اگر کسی که این گونه زنی خدا ترسان، این گونه زنی غمخوار شوهر دارد، پروردگار نظر رحمتش بر بالای اون جوان و بر اهل این خاندان است. امام احمد حنبل خواهر عزیز، من برای تو این حجت ها را میارم. امام احمد حنبل صاحب مذهب بودند، زنی بسیار بسیار خدا ترس داشتند. خدای مهربان دعا میکنیم که جمله زنهای خدا ترس زیاد کند تا که این مردم ما سرسان و سرگردان نشوند. امام احمد حنبل میگوید، زنی و حکایه میکند که وقتی که خانه می آمد امام احمد حنبل که از تار سر تا گویم که کف پا از خدا می ترسید، وقتی می آمد میگد که من در چهره وی شادی را می دیدم، به سوی خدا شکر میکردم که شوهر من شاد است. ببینید وقتی که خانه می در آمد، مقصد به چشماش نگاه میکردم، به چهرهش نگاه میکردم، از چهره او میفهمیدم که همین حالت شوهر من چگونه است، طبعش خیره است یا طبعش خیره نیست. وقتی که طبع او خیره نمیشد، به سوی خدا میگفتم هزارها شکر که شوهر من امروز طبعش خیره نیست. وقتی که اگر در چهره او غم میدیدم، پس میپرسیدم ای احمد، غمی در چهره برای چیست؟ اگر میگفت که کار دنیا ماندم کرد، کفاکه میگفتم. ببینید اگر میگفت که کار دنیا مرا مانده کرده است، من برای او میگفتم کفاکه، یعنی ای احمد همین قدرش بس است برای دنیا، دیگر مهنت نکن، دیگر زحمت نکش. من راضی هستم که گرسنه مانم، لیکن از او یکی یک لقمه حرام میخورم، من راضی هستم. همین قدر در دنیا کار کردی بس است. لیکن وقتی اگر میگفت امام احمد حنبل برای من میگفت که زنک، این غمی که در چهره من میبینی غم آخرت است، زن امام احمد حنبل در این چی میگفت؟ زادک الله، دعا میکرد که خدایا اگر این غم تو غم آخرت باشد، خدایا غم آخرت احمد حنبل از زیاد بگردان. ببینید غم از آخرت باشد، دعا میکرد زنش خدا غم شبا زیاد کن، مثلا همون غمخواری به آخرت زیاد کن. زیرا که صاحب 4 کتاب میگفت غم دین خور که غم دین است، همه غمها فروتر از دین است. غم دنیا مخور که بیهوده است، هیچ کس در جهان آسوده است. بله مثال شما حضرت دعا میکردن که خدا اگر غمت غم آخرت باشد، خدا زیادش گرداند. مقصد در غم آخرت شوهر دعا میکرد، اگر از حساب دنیا مانده میشد میگو که شوهر بس است، کفاک بس است، دیگر پی دنیا را نگرد، پی دنیا را نگرد. زیرا که در قصه ها میارد که یک مرد بسیار آدمی با دولت بود و یک چشمش کور بود. میگن آدمی با دولت بوده است، با ثروت بوده است، یک چشمی کور داشته است. قریب چند سال با زن خود زندگی داشتند. به ناگاه یک روز این مرد اون ثروت و دولتی که داشت آهسته آهسته از دستش رفت و آدم نادار شدند. بعدن وقتی که به خانه آمدن دست خالی، هر روز با دست پر می آمدن. اکو زن ببینید دنیا پرستی مثل خواهر ما که فقط خانه جدا می خواهد. بعدن میگه زن نگاه کرد که دست شوهر که خالی است، در او به چهره مردک نگاه کرد و گفت مردک این چشمی تو کور بود است کو؟ مردک میگوید گشت و گفت، زنه گفت بله یک چشمی من کور است، وقتی نکاح کردیم موقعم چشم کور بود کو؟ راستی بار من این طی چند سالی که با تو زندگی داشتم، دستات که پر می آمد من به دستت نگاه میکردم، به چشم تو نگاه نمیکردم. امروز که دست تو خالی شده است من نظر کردم که تو کور بودی. مردک میگه گشت و گفتن که بله خدا یک چشمی مرا نه 2 چشمی مرا کور کرد.
که مثل تو برای زن دنیا پرست و زن از خدا به خبر برای خود انتخاب کردم. بله خواهر عزیز، حبیب خدا میگوید خیر النساء من نظرت الیها سرتک. خواهر عزیز، بهترین زن، پیغمبر خدا میگوید همون زنی هست که شوهر در جمال او دیدن برابر تمام خستگیش دور شود. خواهر عزیزان، او بجانب یک برادرت است، همسینفت است، یک آدم کوچک، آخی دهنت اگر 20 سانتی متر در کار باشه که آدم میکنی میخندی، او تو خنده را تبسم همه تبسم شوهرت کن. آخی حق تبسم دیدن و مهربانی و شیرینی چشم تو را چشیدن حق شوهر است. حبیب خدا میگوید بهترین زن انا همون زنی است که مردک وقتی که در خانه در آمد زن چنان نظر کند، چنان مهربانانه توجه داشته باشد که مرد تمام خستگیش دور شود. و اذا امرها اطاعته. دویم چیزی که زن بهترین زنها میگرداند این بود است که وقتی شوهر امرش کرد اطاعت شوهر کند، اطاعت اپش نکند، اطاعت آتش نکند، اطاعت دیگر قدردانهاش نکند، اطاعت شوهر کند. از خط کشیدگی شوهر بیرون شود. حبیب خدا میگوید بهترین زن همون زنی که مرد در چهره تماشا کردن در تمام خستگیش دور شود. دیگر این که امرش کند، اجرا کند. و اذا غاب عنها حفظه. وقتی که اگر غایب باشد نباشد در حق نفس خودش و مال شوهر چی باشد؟ محافظ باشد. این از خواهر عزیز بهترین زن. و این خاطر ما اکو یگان روایت نمیدانیم، ما برای طلاق مثال حل کردنش برای یگان کسازی چیز فتوا دادگی نیستیم. فقط شوهرتون صحبت کنین، اگر رازگی دهد برای زندگیتون میرین مرکز اسلامی، اونجا برای شما چی دلیل و چه حجتی که دهد. فقط من نصیحتم برای این بود که خواهر عزیز هیچ وقت دلالت کسی را برای خود اختیار نکن مگر چیزی که شوهر برای تو میگوید. به سوی خدا دعا کند، خدا میگوید من دعای همون ماهی را میشنوم. این چنین خدای داریم. از این خاطر همگی ما و شما در این روزی پرفیض پراجر، در روزی که دعای بنده مؤمن در نزد خداوند قبول می‌گردد، دست می‌برداریم و دعا می‌کنیم. پروردگارا، از درگاه تو طلب داریم که دین اسلام را بالای همه دینهای منسوخ و دینهای باطله خدایا ظفر نصیب بگردان. و خدای مهربان مسلمانهای مستضعفی در مصیبت آلوده را خدایا از غم و اندوه خلاص بگردان. و خدای مهربان تمام آن نقشه هایی که برای نابود کردن دین اسلام است، برای نابود کردن فرد مسلمان است، خدایا این نقشه ها را برباد بده. و خدای مهربان عدد مسلمان ها را در روی دنیا زیاده بگردان و محبت قرآن، محبت خودت را، محبت محمد را در دل ما بندگان جایگیر بگردان. و خدایا گذشتگان این قوم جمع ما را رحمت و مغفرت بگردان. بیماری های این جمعیت ما را شفای کامل، شفای عاجل نصیب بگردان. مسافرهایی که از این جمعیت ما هستند، از این تاجیکستان ما هستند، خدایا با مرادهای حاصل شده بر خاندان پس بگردان. و این رهبریتی که بالای سر ما رهبری دارند، چه از رئیس جمهور چه از رئیس شهرمان، خدایا توفیقشان رفیق بگردان. و هر یک آرزوهای نیک برای آبادانی تاجیکستان داشته باشند، خدایا عملیش بگردان. و ایشان را خدا عمر دراز و تنی صحت و خاطر جمع نصیب بگردان.
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا توفنا مع الابرار برحمتك یا ارحم الراحمین. جمعه پیشین ما و شما صحبتی داشتیم در باب حقوقهای زنها بالای شوهرها، چه حقوقها داشتند. اگرچنده که یعنی این دو جمعه هم مختصراً از باب حقوق زنها بیان شد، البته ما باز یعنی اونقدر دانش پیدا میکنیم که باز دو جمعه دیگر در باب حقوق زنها بهر شما صحبت کنیم. لیکن فکر میکنم که همان دو مصرع محمد صاحب ایرانی یک نکته بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش